سلام دوستان، چطورید؟ من متینم و خوش اومدید به این ویدیو و اومدیم داخل این ویدیو با هم آشپزی کنیم داخل این آشپزخونه که همه چیزاش دست ما و ما هر کاری که بخوایم میتونیم انجام بدیم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. برای غذا من میخوام ترکیباتی از ماهی و فلفل دلمه و این چیزا درست کنم که خیلی چیز باحالیه. قبلا درست کردم، حال کردم باش. برای شروع ما میریم سراغ یخچال. اول من یه دونه ظرف بردارم. خیلی خوب دوستان، ما نیاز به 2 ماهی داریم. تعدادی هم میگو. اینم از این درش میده. خیلی خوب، اینا رو میاریم اینجا و فقط ماهی ها رو برمیداریم که آشغالاشو بگیریم. خب برای اینکه بخوایم ما ماهی ها رو آشغالاشو جا بگیریم فقط باید سرش و دنبشون رو بزنیم. پس آروم آبی دنبش رو سرش این هم از این. خب اینا رو میذاریم اون گوشه و اینا رو هم میریزیم تو سر. خب دوستان، برای این کار اینجا حداقل باید ماهی رو به 3 تا یا 4 تا قاش تقسیم کنیم. حالا اندازه ماهی منه که کوچیکه، فکر نکنم. آها، به 4 تا شد. خیلی ماله. ولی این نگاه کنید، این کوچیک بود شد 3 تا قاش. اصلا مهم نیست. خیلی خوب، اینو ما میذاریم اینجا. اینو میذاریم سر. اینا هم میاریم. اینا میاریم اینجا. خب ما نیاز به ظرفی داریم که با رب گوجه، همون سس گوجه، کار در بیاریم که این به نظرم چیز باحالی باشه. اونجا رب گوجه، سس گوجه زمان. خب اینو کم میریزیم برای اینکه یکم مواد اون ترکیب بشه و طعم غذا رو خوب کنه. خب اینا میگوار ما میریزیم توش با ماهیامون. خیلی خوب، این از این. خیلی عمالی. حالا زیرش رو روشن میکنیم. داری میپزه. خیلی خوب دوستان، برای اینکه ساده نباشه غذامون رو فقط طعم رب و ماهی نده، برای اینکه یه تنوعی بشه داخل مزهش و خیلی خوشمزه بشه، از فلفل دلمه استفاده میکنم که این. و به نظرم یکم سیب زمینی سرخ کردن بغلش بشه خیلی بهتر میشه. خیلی خوب، ما میایم اون رو میذاریم اینجا. بچه خیالتون رو حتما دستامو شستم. نه اگه نگرانی کثیفی هستید، من دستامو شستم، هیچ نگرانی اینجا نیست. خب اینو میذاریم اینجا. این اول سراغ فلفل دلمه رو به 4 قاش تقسیم میکنیم که بشه راحت‌تر به قطعات کوچیک‌تر تقسیمش کرد. خیلی هم عالی. هر چقدر میتونیم باید اینو ریز کنیم تا نیاد زیر زبون. فکر کنم از این بری هم میشه. حالا دوستان، تا هر چقدر که میتونیم ما باید اینو خوب ریز کنیم. حالا از در چه حاله؟ داره میبینید آروم داره شروع کنه به اتفاق افتادن. بغلش اینو هم میریزیم که مزه اینم بهش غالب بشه. الان که ریختم. خیلی میریم سراغ سیب زمینیمون. بذاریم اینجا و شروع میکنیم به نازک تکی کردن. ناز اینجوری شکنیم که هیچی. اینم از اینم فکر کنم خیلی کلوف بکنه عالی.
خیلی مالی بود. ندیدیم. و ما اینو میذاریم داخل سبد تا سرخ کامل بشه. خب میزنیم اینجا پرشه. آها. و اینو ور میداریم تا اینا رو همه شو بریزیم داخلش. ای بابا دوستان نگران این چیزا نباشید، اینجا کاملا تمیزه و همه چی اینجا بهداشتیه، نگران هیچی نباشید. این از آخریش. اینجا همه جا اینا تمیزه. بعد وقتی اینا که دیگه سرخ بشه همه چی خوب پیش میره. خب اینا ما روشن کنیم که شروع کنه سرخ شدن. این زود سرخ میشه. نه حواسمون باشه. خب میریم سراغ غذامون. اینو که چی شده، چی کرده. اوه مرز سوختن رفته بود بچه. اینجا میبینید الان تا مرز سوختن نسوخته، یکم برشته شده. این چی قطعش میکنیم. به به این هم از سیب زمینی های خوش. شد دوستان این بازیش یکم باگ داره دیگه، خودتون در جریان هستید، ما اینو در نظر نمیگیریم. این چیز مهمی نبود دوستان، خیلی ماله اینجا. و میرسیم به غذامون. آروم اینو برمیداریم تا آبش نریزه. نیازی دیگه به آب غذا نداریم، کمش رو خالی میکنیم. این هم میذاریم اینجا. الان غذامون نیاز به ظرف شیک و زیبا داره. چه ظرفی؟ به نظرم این بشقاب خیلی خوب باشه. خیلی خوب. میایم ما غذا رو آروم بدون ذره ریختن به بیرون ظرف اینا خالی میکنیم اینجا. به به اصلا حال میکنید بچه ها. اینا هم یکم جمع و جورتر میچینیم و میرسیم به بحث سیب زمینی ها که اینا رو باید با دست انتقال بدیم. صورت کاملا حرفه‌ای و خیلی هم عالی. این از غذای اصلی ما، فقط مونده تزییناتش که من میخوام کدوم بود خودم یه برگ از اینا و یه برگم این من کدوم بود؟ آها همین یه برگ از اینا. این عطرش اصلا یه چیز دیگه، بیاد رو مای بوی بعد ماهی رو میبره. این هم برای زیبا. و یک کم هم سس، اون سس همه کثیفی ها و این چیزا ازش گرفته ریختیم تو. و یک کم سس میزنیم برای روش که مزه بگیره. این هم از این. و دوستان این هم از غذای خوشمزه و زیبای من که اصلا سیب زمینی ها نیفتاد رو زمین، از اون سبد تلپورت نشد رو زمین و آره نیفتاد رو زمین. و اینم بازیش چیه؟ یادتون باشه بچه ها روغن کثیف رو همیشه تخلیه باد کنیم. یکی از سیب زمینی اونجاست. یکم یک کمی شور بود، فقط یک کمی خیلی خوب بچه ها این از این ویدیو و امیدوارم از پخت و پزمون خوشتون اومده باشه. و این هم از غذامون، امیدوارم که داخل خونه درست کنید و استفاده کنید. و تا یه ویدیو دیگه خدا نگهدار.